سلام به روی ماه تک تک شما خیاطای آینده. اسم من مریمه. صادقانه بگم خیلی از شما توی نقطه صفر خیاطی هستین، یعنی میخواین خیاطی رو تازه شروع بکنین، یا خیلیاتون الگو میکشین، لباس هم میدوزین، اما اون لباس تو تن خوب نمیشینه. مشکل از تو نیست، مشکل از متدته. من اینجام توی این کانال تا خیاطی از صفر تا صد به تو آموزش بدم با متد مولر. درست حد زدی، با متد مولر، همون متدی که خیلی از استادکارای خیاطی باهاش سر و کار دارن. پس اگه میخوای از همه کلاسای خیاطی بی‌نیاز بشی و توی این مسیر با من همراه بشی، کانال رو ساب کن تا بریم سراغ اولین درسمون، یعنی اندازه‌گیری دامن پایه. بریم سر اصل مطلب. توی متد مولر ما یه قانون اساسی داریم که حتما باید آویزه گوشت بکنیم. اندازه‌گیری درست یعنی تو 50% مسیر رو رفتی، اما اندازه‌گیری غلط یعنی کل الگو رو باید بندازی سطل آشغال. امروز ما فقط به 4 تا اندازه برای الگوی دامن پایه نیاز داریم. حواست باشه متر رو جوری که میگم بگیر. خب بریم سراغ اندازه‌گیری حیاتیمون. دور کمر کجاست؟ گودترین جای بالاتنه. یعنی وقتی که مدلمون به سمت چپ و یا به سمت راست خم میشه، جایی که توی کمرش خط میفته میشه نقطه کمر ما. چطوری اندازه میگیریم؟ متر رو به صورت صاف و کیپ میذاریم توی گودترین جای بدن. نکته طلاییش چیه؟ متر رو نه خیلی محکم فشار میدین و نه خیلی شل میگیرین که اینجوری کج و ماوج وایسه. متر باید صاف دور گودترین جای بدن باشه و بعد عددی که به دست آوردیم رو با عنوان دور کمر توی دفترچمون یادداشت میکنیم. اندازه دوممون دور باسن هست. دور باسن برجسته ترین جای باسن توی بالاتنه رو شامل میشه که بهش باسن بزرگم میگن. دقیقاً عین کمر. متر رو کیپ تا کیپ دور باسنمون به صورت کاملا صاف قرار میدیم از برجسته ترین نقطه باسنمون. اندازه رو یادداشت میکنیم. یه نکته طلایی داره. اول لایکو بزن تا بریم سراغ نقطه طلایی دور باسن. اونم اینه که اگه شخص شکم برجسته‌ای داره، برای اندازه‌گیری باسن یه دونه خطکش میذاریم و از مدل میخوایم به صورت همینجوری عمود خطکش رو نگه داره و بعدش از روی خطکش متر رو رد میکنیم و اندازه باسن رو یادداشت میکنیم. سومین اندازمون بلندی باسن هست. اینجوری متر رو از دور کمر به صورت عمود و 90 درجه رو به پایین تا برجسته ترین قسمت باسن میگیریم و یادداشتش میکنیم. اگه براتون سخته میتونید دور کمر رو با یه بند مشخص بکنین. حواستون باشه بند سر جای خودش باشه. دور باسن هم دوباره با یه بند مشخص میکنین و فاصله اینا رو با متر اندازه میزنیم و توی دفتر یادداشت میکنیم. این عدد متفاوته، میتونه 19 20 حتی 21 و بیشتر هم باشه و اگه بلندی باسن دقیق نباشه، پنسای دامن شما سر جای خودش نمیفته موقع دوخت. آخرین اندازمون قد دامنه. حواستون باشه قد دامن رو از کمر اندازه میگیرن، نیایی از دور باسن اندازه بگیری، یا از کمر تا پایین هر جا که عشقت میکشه میخوای قد دامنت باشه اندازه میزنی. قد دامن و بلندی باسن اندازه های عمودی ما هستن و اندازه های افقی دور کمر و دور باسن بزرگن. برای اندازه گیری قد دامنم یه نکته طلایی جامون که حتما از پهلو اندازه بزنید. خانمایی که پیکر تراشی کردن یا توی قسمت هیپ دیپ برجستگی دارن، اگر قد شما از جلو و یا پشت اندازه بزنید، این هیپ دیپ از بغلا میکشه. حتما از پهلو متر رو به صورت افقی تا هر جایی که دلتون میخواد دقیق اندازه بزنید و توی دفترتون یادداشت کنید. خب تبریک میگم، شما اصلی ترین و مهمترین قسمت الگو کشی دامن پایه رو یاد گرفتید. این اندازه ها عین یک کلید واسه ورود به دنیای مولر هستن. خب امیدوارم تا اینجا ویدیو رو دوست داشته باشید. یادتون نره که ما دوشنبه و چهارشنبه ها ویدیوی لانگ آموزشی داریم.